مادران پیشتر که فقط مردان مردکاری می رفتند، حالا مادران هم، زنان هم مردکاری می روند. بیچاره مادر فرزندانش را به کیمکی ها باور کرده آمده است. یکی به آچه به مامی فرزندانش، یکی به عمه فرزندانش، یکی به خاله فرزندانش باور کرده آمده است. روزی دراز طاقت فرسا کار میکند، شب با یاد فرزندان با گریه های چشمان بالش تر میکند. کم مادر را دچار شدن ممکن است که او را توانی از مهر فرزند دور کنی، مگر اینکه به دلش سنگ بسته باشد، یگان اخلاقا انسانی ویران باشد، ولنگار باشد، روحاً این انسان بیمار باشد. اما مادری که سالم است، مادری که مهر محبت نسبت فرزند دارد، و مهر محبتش هر چند کار او را خسته کرده باشد، نمیتواند به خیال رانی و به دنیای خیال غرقه شدن شبش را روز کند. با همین خیال ها بیچاره مادری که از فرزندان دور از خواب می رود، با همین خیال بیدار می شود. اما آنهایی هم که امروز در مهاجرت سرسان هستند و فرزندانشان در برشان هست، یاد وطن می کنند. هر باره که می شنوند کسی فرزندان آنها را همچون نفر بیگانه تحقیر کرده است، کسی خودشان را تحقیر کرده است، به یادشان وطن می زند. اما این وطن هرگز در یاد او نیست. می میرد، می زید، خار می شود، زار می شود، وطن در فکر او نیست. این را تک تک جامعه می داند، هر یک نفر ملت می داند و در همین حالت در مهاجرت تمام سرسانی، سرگردانی، عذاب همه را به گردن می گیرد. باری عذاب و عقوبت مهاجرت را حتی زن به گردن گرفته است و به این باور رسیده است که اگر خودش برای زنده ماندن خودش، برای زنده ماندن فرزندانش، گرسنه نماندن فرزندانش اگر جنب و جل نکند، حرکت نکند، کوشش نکند، غیرت نکند، هم خودش خوار و زار می شود و هم فرزندانش خوار و زار می شوند. اگر به آب و لای در آمده، به برف و باران در آمده کار نکند، در تگی برف و باران، در خنوک سرمای زمستان کار نکند، فرزندانشان در سرمای زمستان به پوشاک زمستان میمانند، به پای افزال زمستانه میمانند، مکتب رفته نمیتوانند. این همه فکرها و این همه اندیشه ها مردم ما را مهاجر کرده است.